سلام و درود عزیزان بیننده، دوستان خوب و مهربان. علیکم. این رقم که معلوم میشه من یوتیوبر نیستم، فقط همونطور یک چکر گفتم یک دور بزنیم در داخل یوتیوب که چی خبره. آمدیم که یک کوچولو ویدیو از همین منطقه از مکانی که آمدیم اینجا به نام شیله گیز است و برای دوستانی که در این چهار اطراف زندگی میکنه توصیه میشه از طرف این جانب که یک چکر اگر بیتونید بیایید دمیمه فرصت ها استفاده کنید بیایید دیگه، حال هوایش بدل میشه. جای واقعا زیبا دیدنیه. استاد چلی امیر از تو ویدیو بگیرم؟ تو استاج میشه که ما یک ویدیو بگیرم از تو؟ یه چورو برای چی دیست کردی؟ همین رقم قرق میریم پیش، آرام آرام میریم پیش که از خودی بند یک تصویر کوچولو داشته باشیم و ببینیم که چقدر آب، عمق آب چند متره و چه یک فضا و جای مکانی داره. اینی طرف ها به نظرم که احتمال زیاد هتل و رستوران از اینا باشد. امیر موری داخل ترامپولی یک توپ کنه. چی گفتی؟ آمدیم یکم نزدیک شدیم در آب و سیر کنیم. واو ماشاءالله خدای چی آبیه. همین خاطر گفتیم یک کوچولو ویدیو بگیرم و نمایی که دمی چهار اطراف زندگی میکنه یک باید یک دیدن که نه یک حال هوایش بدل کنه. یعنی از بند شیله گیز دیگه اینمی زمان ها که هسته آب رم رایش بسته کرده و آب دیگه به اندازه کافی بالا آمده. من سالهای قبل که می آمدم من یک ماه پیش می آمدم اینجا که می آمدم آب خیلی کم بود، ولی امروز آمدیم دیگه خداییش اگان 30 متر اگر خالی باشد بند دیگه کامل پوره. امیر مو تو گشته آرام بریم امی طرف دمی دره دیگه که سرچشمه آب از این بند فکر منم زیادتر شم از اینمی دره دیگه سرازیر میشه. امیر درست بگم؟
وای میگیم که ما بینم زیبان را علمی دره به نظر تشکیل میده. واو عجب نمایه به خدا. خیره قچابلا آمدی؟ خیرش گوی نیه. امروز هوا خیلی خوبه، گرمه. قچابلا میشه آمد. اوه کم کمی که نه عجب جاهای آبازی داره با خدا. کسایی که آبازی بلده دیگه. دنبوک این بار بلده با اینه میبینه آبازی کنه. چی را؟ آبازی کنه؟ چرا ما ویدیو نگرفتیم از اونجا آبازی. اوه چقدر زیاد برف و بالا با خدا. انتهای از این دره. هم که معلوم میشه خدا وکیلی خیلی برف و بالا. شاید از این سال دیگه سال اونجا برف بمونه. امیر الان میخوای بریم یک دفعه پایین دلا بیاو؟ وای خب فقط آرام آرام برو که لیلی نشوی سمت پایین. اوه یعنی منه که فامیلی بیایه دیگه نانمان هم که بیاره یا اینجا یک دیگه کنه غذا برای درست کنه اینجا بله هزی چوکی بیشینه دیگه در این فضا. والا دیگه چی بگویم دیگه به نظرم یک رقم نان مزه میده که گوشت قدید. Really? Savage. Ja, wo sind sie mehr? در کل دیگه از چهار طرفی بند آب که سرازیر میشه میره ز داخل بند. اگر از چهار طرف آب
داخل از بند نیایه. این همه آب از کجا میشه؟ امیرم رفت نزدیک آب، لبه آب باشتی که آرام آرام بریم پایین. لبی چشمه رسیدیم، مقدم خراس کو داچه ململ خوره از روی پس کو. به نظر از من بهترین جای منه اینمی آخر نمزی دره باشه. خدا و اکتی طرف و بالا که آدم بره زیاد راه هم نیست دیگه. از این تا اونجا را شاید یکان 15 دقیقه راه، بیشتر نیایی. برو یک سنگ بزن بین ها. کجا؟ اوه تو عجب جایی رفتی بالا. چه استایل که با خدا از اون چیز تا نپری. تو فقط برگود بری. سری وجه شمیر. جان میاب خیلی قشنگ بود از بال میره پایین. از اینجا سرچشمه میگیرن و میرسن پایین. دیدی؟ این طرف دیگه پشت سر کوه ایده. جنگل چیزی نمیشه دید. تو فیلم میگه بیا. یک دانه دو دانه یک دو تا رفت یاد روی زن چند تا راموره. نه باید سنگ ریزه بگه. آفرین خیلی خوب بود خدایی. امیر علی ببوری میتونیم تا آخر دره بریم یا نه؟
خوب غزلم بلد بودید دوچ بخونو بلدی؟ بگیم؟ نه Snälla, Annabella, om man slutar tälla. عجب خوبه چطور هسته اینجی؟ لذت مبری کیفونی یا نمونی؟ اولین بارمه که از امو سنگایی که در افغانستان جاغوری مو داریم از امو سنگا ما ایمونه پیدا کردم. نه خطرناک. اینجا برای آدمای صخره نورد است اونا میره بالا. سیل با اسکیل آمده. خوب بیستو؟ اوه بچه وطن قربانی بچه وطن دیگه نه، فقط برای آهو وریم مونه. کوی زردک ده مرده گلزار، ده مرده گلزار. امیر علی صبر کو ما ماییم. خو تو یک سنگ بینداز داخل آو، بیا بینداز داخل آو. میتونی برسونی تا داخل آو را؟ بیا بینداز برو. اوه آفرین. تشنه نشدی؟ آب نمیخوری؟ آب نمی نوشی؟ باشه بیا نالی اینی سنگ بگون داده. بیا از اینجا بینداز پایین. سه بینداز داخل آب میرسه. برو یک سنگ بگیر بینداز. بینداز. اوه خیلی کلانه. این تقریبا نصف کردیم راه را امیر علی. اوه از اون طرف آمدیم. این باولی برو خراب نه